در سطح صاحبکاری چه در سطح بازاری و خارجی بسیار گذراندم. البته این تجربه خیلی بزرگ بود، هم برای من هم برای شرکت و نه تنها برای بازار و مردم عادی بلکه برای شرکت‌های بنفیذ تاجیکستان. سالهای آخر به ما میسر شد که با بازار خارجی روسیه و قزاقستان محصولات نهایی خود را پیشکش نماییم. البته همه این سعی و کوشش و آنالیز چقور کارهای زیاد را طلب می‌نماید که همون با صفت خود و با نرخ خود و با اسلوب خود خیلی که ما میگیم کارخانه ما سال 2010 تأسیس یافته است. سال 2012 با نام آرتکس ما تمغه مالی خود را به قید گذاشتیم. کارخانه خود را همچون کارخانه بافندگی تشکیل کرده بودم. در اول تشکیل نمودن این کارخانه درباره رفت مد و نمود محصولات و اخبارات را کم داشتیم. مال های گردشی، مبلغ های گردشی نمی رسیدند. ما از اولی تشکیل کردن سیخ دویزندگی نقطه های سودا را در داخل شهر در همجایگی در کارخانه نساجی خوجند در مغازه آنها ما نیز محصولات خود را به فروش گذاشتیم. به فروش نرفتن محصولات سال جاری ما 3 تا ماشین نو خریداری نمودیم. این ماشین کو برتریاتشون اون است که اساسا لباس بالایی یعنی که لباس ورزشی ما از این استحصال میکنیم. در سفرهای کاری در ویستافکو که ما فونت‌های بین‌المللی از جمله GTEX دستگیری میکردن در ویستافکوی میلان، در ویستافکوی ایتالیا، در ویستافکوی تکنولوژی ازبکستان، در ویستافکوی روسیه مسکو ما بسیار آنالیز کردیم که همین کدام نمودی تجهیزات ما وارد کنیم که هم از جهت نرخ و هم از جهت صفت به بازار ما جوابگو باشد. در دایره لایحه GTEX یکی از چاره‌بینی ها این شناسایی با نمایشگاه امید جهانی بود و ما میسر گشت که در سالهای 2015 2019 و 2023 اشتراک نماییم. در سال 2019 در نمایشگاهی که در بارسلونا شده گذشت در آن اشتراک نموده با تکنولوژی های نو یعنی چاپ رقمی کامپیوتری شناخته شدم و به من میسر شد که آن را آموخته در سال 2020 و 2021 خریداری نمایم. تجهیزات مداها نقشبندی کرده می شوند. چنین تکنولوژی چاپی پیشتر در کارخانه ها پروسس بسیار کلان را در بر می گرفت. این چاپ می شد، بعد از آن شسته می شد، بعد از آن خشک می شد. این یک تجهیزات هایی که تا 60-80 متر درازی دارند و از جهت صرف الکتریکی قدرتی کلان داشتند. در این تجهیزات باشد چنانکه میبینیم متای سفید آمده است چاپ شده در همین یک کامera الکای آبتابی گرمی را گرفته الکای برای دوختن و استفاده بردن تیار.
سالهای زیادی طولانی لازم. امتیازها از طرف دولت باید باشد برای حمایت نمودن استحصال کننده های محلی از واردی محصولات های بیگانه. لایه هایی که تا امروز بودن از طرف GTEX پیشنهاد میشدن خوب میشد این دوام کند. در کارخانه توشتکس قریب طول 1 سال می شود که کار میکنم به حیث دیزاینر. وقتی که من به این کارخانه آمدم یگان تجربه کاری قریب که نداشتم و در دانشگاه درس ها را می خوندیم اما عملا آنها را قریب که ندیده بودیم. یک روز ما درس در دانشگاه داشتیم، همون روز اپای عزیزه اپای شکرانه آنها رفتن در همانجا مجلس گذراندن و ما پیشنهاد کردند که شما می توانید آمده در فابریکه ما تجربه آموزی کنید و کار درآید، ما دانشجویان رو دستگیری میکنیم و از همون لحظه با من شوق پیدا شد و وقتی که من به این کارخانه آمدم با پروگرام هایی که در کامپیوتر هستند با آنها کار کردن رو یاد گرفتم. در یک چند ترینینگ ها اشتراک کردم، قریب همه پروسس کارها رو آموختم و باز نو به نو آموخته ایستادم. خدا به شکر 5 فرزند دارم. بچه‌م استودنت دخترکم مکتب میخونم. شوهرم روسیه میره و میاد. روسیه هم که کارشم تمام شده. زندگی قین شد. یاد گونم گفت همین توشته کارای بیا رفتیم قدی خواهرم اومده. خانه شیندیم. در خونه دو زندگی میکردم. 1 سال 4 ماه میشه که در کارخانه کار میکنم. یک سال می شود که در این کارخانه کار و فعالیت میکنم. وقتی که در خانه میشتم از شبکه‌های فیسبوک این کار رو پیدا کردم و به اینجا آمده به کار شروع کردم. یکم من در اینجا وای میکردم به حیث دستمال کار میکردم. بعد آسته من در اینجا به دوزندگی مشغول شدم. دوختن لباس‌های مکتبی را یاد گرفتیم، مثلا کاستیوم، بریوک، ژاکت، یوبکا، سرپن، همین چیزهای مکتبی را برای مکتبخانه‌های شهر ترکستانزاده آموختیم. صاحب 3 فرزند هستم. شوهرم کار میکند، معلومات عالی دارد. اکنون یاردم شود گفته برای فرزندا را کلان کردن، خواندن، تربیت کردن و اون کسی یاردم شود گفته در اینجا به کار شروع کردم. خانه در اول دو زندگی کار میکردم، کرتای تاجیکی می دختم. 2019 همین اعلان شنیدم که مقصد همجا در جای کار بوده. بعد من آمدم همجا و کار 4 ساله کار میکنیم. کار خودم با معقوله که اینجا با خودش 3 ماه آموزش گذراندگی آموختگیم. بعد قریبی در ارمنیا روی ما کرد.
5 تا فرزند دارم. کلانیم صنف 11 میخواند. وقتی که امیو کلان شوه به یگام جا خواندنی گفته و کار برآمدم برای امو کار کنم یک کسب آموزم. آچه کورتم زیبیده است؟ بله زیبیده است. آینده کی چی میخواهی؟ هم آموزگار شوم. آفرین. بیا اکنون آش میخوریم. مقصد رشد ساحه دوزندگی و نساجی تشبث دانشکده پلی‌تکنیکی و دستگیری به واسطه مرکزی تجارتی بین المللی ITC در دانشکده پلی‌تکنیکی مرکز تعلیمی تشکیل کرده شده است. در همین مرکز کورس‌های کوتاه مدت اوید به آماده کردن دوزنده‌ها، آماده کردن طراح‌ها، آماده کردن تکنولوژها کورس‌های کوتاه مدت از طرف استادان دانشکده گذرانیده شده با تجهیزات زمانوی از جمله کامپیوترها، ماشین‌های درس‌دوزی با پلوتر و برنامه اتوماتیک‌کننده لباس گرافیک تجهیزانیده شده است. در اولی تشکیل کورس‌ها متخصصان از خارجی کشور دعوت شدند. آنها کورس‌های نو گذراندند با استفاده برنامه‌های گرافیک تحریزی، لباس زنانه، لباس مردانه با برنامه گرافیک، با برنامه‌های автокад، تکنولوژی دوختنی لباس زمانوی با استفاده اصول‌های نو. تشکیل این مرکز برای رشد ساحه دوزندگی، برای آماده کردن کادرها، برای با شغل تامین نمودن زنان کمکی خیلی و خیلی کلان میرساند. طولی 3 سال است که در این مرکز دوزندگی و گرافیک برنامه گرافیس هنر آموخته ایستادم. همه آن دانش‌هایی که در درس‌های اختصاصی ما میگیریم آنها را تکمیل داده ایستادم. مهر و شوق دوزندگی اساساً از عائله، برای آنکه بیبیم و مادرم دوزنده هستند و اینچنین در مؤسسه میانه محفل‌های دوزندگی شده میگذشت. در آنجا نیز به دوزندگی مشغول میشدیم. فرق از دوختن در خانه و در محفل در آن است که در محفل ما اول آنها را طراحی می نماییم، امثله سازی نموده بعد آنها را می دوزیم. توجه زن‌های خانه‌نشین نیز زیاد گردیده است. 30% آنها را بیشتر زن‌های خانه‌نشین و آن زن‌ها یا دانشجویان دخترانی که با دیگر کسب مشغولند قسمی آنها را تشکیل می‌دادند. ما در دوام 3 ماه هم درس نظری و هم عملی تعلیم داده از تجهیزات‌های دوزندگی شناس می‌کنیم، کار با آنها را شناس کرده بعد صاحب سرتیفیکات می‌گردند آنها. قبول گردیدن هدف 4 ملی جمهوری تاجیکستان، یعنی که ساحه صنعت سبک و مخصوصاً سمت دوزندگی و نساجی آن نقش مؤثر دارد. 98% آن را زنها تشکیل می‌دهند و خود ساحه همچون ساحه اجتماعی به شمار می‌رود. در برابر دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان دادن امتیازها، فراهم آوردن شرایط کاری، سهم شریکان رشد نیز نظررس است. با دستگیری برنامه GTEX مرکز بین المللی تجارت که از طرف دولت شویتزاریا مبلغ گذاری کرده می شود، کارهای زیادی را انجام داده است.
як имтиёзи асосие ки дода шудааст ворид намудани ашёи хоме ки дар истеҳсолот, яъне ки ашёе ки дар ҷумҳурӣ истеҳсол намешаваду лекин дар истеҳсолот истифода бурда мешавад аз боҷи гумрукӣ озод карда шудааст. дуюм пешниҳод ин додани имтиёз дар истеҳсоли либоси мактабӣ аст. Арзиши иловашуда озод карда шудааст. Порсол мо як таҳияи стандарти миллӣ, яъне ки стандарти коркарди стандарти андозагириро таҳлил намудем ва як дастурамали мушаххас қабул шуд. як қатор проблемаҳое ҳастанд ки ҳалли онҳо вақти тӯлониро мехоҳад. Масалан, тайёр намудан ва таъмин намудани корхонаҳои насоҷӣ ва дӯзандагӣ бо коргарони ихтисосҳои асосии босалоҳият. Масъалаи дигаре ки имрӯз садди роҳи рушди фаъолияти корхонаҳо шуда истодаанд, ин баланд будани фоизи қарзҳое ки аз тарафи бонкҳои тиҷоратии дохилӣ ба соҳибкорони соҳа пешниҳод карда мешавад. ҳалли мушкилоти асосие ки ҳозир ҷой дорад ва ҳалли он метавонад ба рушд мусоидат намояд, ин муайян намудани фонди дастгирии худи соҳа аст. мо дар ин самт пешниҳодҳои худро дорем. Дар шӯрои машваратӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мо ин масъаларо пешниҳод намудаем ва мавзӯъ дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии соҳаи насоҷӣ ва дӯзандагӣ ки аз лӯҳаи байналмилалии дастгирии насоҷӣ ва дӯзандагӣ ки бо дастгирии ҳукумати Швейтсария ба роҳ монда шуд, миннатдории хишро иброз менамояд. вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳия намудани стратегияи коркарди ниҳоии нархи пахта дар ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи онро пурра омода намудааст. айни замон ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои қабул намудан пешниҳод карда шудааст. дар давоми 16 соли амалишавии ин стратегия пурра дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон коркар намудани маҳсулоти ашёи хом аз ҷумла пахта ба назар гирифта шудааст. вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон омода аст бо ташкилотҳои соҳавӣ ё ин ки ташкилотҳои байналмилалӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамоянд даъват ба амал меорем ки ҷиҳати рушди соҳаи насоҷӣ ва дӯзандагӣ ҳамкориро дар ин самт идома дода имкониятҳои худро ҷиҳати рушди ин соҳа амалӣ намоянд. To start with, you need to know that I'm a little bit of a fashion addict. Therefore, this project of GTEX is especially close to my heart. But apart from this, why did we decide to engage? Textile and clothing is one of the most dynamic sector in global trade. For Tajikistan, textile is also a key sector in terms of employment, income generation, foreign exchange earnings, inclusive growth, and to empower women. These objectives are also very well aligned with the Swiss development priorities. Therefore, since 2009, Switzerland has been an innovative and active, and for many years, the only donor supporting the Tajik textile sector. We are very much proud of the results that have been achieved. First, this partnership helped to facilitate export contracts of more than $150 million. Second, we maintained more than 3,000 jobs every year, mainly for women. Third, we supported the creation of hundreds of new jobs and an increase of the salary on an annual basis. How do we see the future? Structural reform in the investment climates, affordable finance, modernization and greening of production, qualified labor should get more emphasis in the agenda of the government, development partners and investors. Although GTEX is coming to an end, this does not mean that the government of Switzerland is exiting with our support. We are and we will continue our support to the textile industry through other programs to benefit the industry, the country and foremost
the Tajik people. This sector has all chances and opportunities to thrive in Tajikistan. And I'm convinced that clothing products made in Tajikistan can gain foreign markets and clients' hearts like it did with mine.